سلام دوستان عزیز و خوش اومدید به اولین ویدیو از کانال فانتزی هالو. توی این کانال قراره درباره دنیاهای فانتزی صحبت بکنیم. از افسانه‌های تولکین و دنیای ارباب حلقه ها گرفته تا گیم آف ترونز و آهنگ آب و آتش و دنیاهای فانتزی دیگه مثل دون و نارنیا. البته در ویدیوهای ابتدایی بیشتر تمرکز کانال روی دنیای ارباب حلقه ها و افسانه‌های تولکین خواهد بودش. و اگه از این مدل محتوا خوشتون میاد خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید و اگه از ویدیو لذت بردید حتما با لایک و کامنت ازش حمایت کنید. خب همونطور که توی تایتل دیدید موضوع اولین ویدیو رده‌بندی قدرتمندترین جنگجوهای الف هستش. و قبل از شروع میخوام معیارهای این رده‌بندی رو کمی توضیح بدم براتون. اول اینکه معیار این رده‌بندی فقط جنگاوری دوستان. یعنی مهارت شخصیت‌ها در میدان نبرد و استفاده از سلاح. بنابراین قدرت‌های جادویی، معنوی یا ذاتی شخصیت‌ها رو در نظر نگرفتیم و به همین دلیل اشخاصی مثل گالادریل یا لوتین داخل این فهرست حضور نخواهند داشت. دومی که تمام شخصیت‌های این لیست الفای کامل هستند، یعنی هم پدر و هم مادرشون الف بوده. شخصیت‌های دورگه مثل ایارندیل، الروس یا الران رو هم کنار گذاشتیم، چون به نظرم دورگه‌های تالکین خودشون شایسته یک ویدیوی جداگانه هستند. و اما نکته آخر اینه که این رتبه بندی فقط بر اساس سیلماریلیون، ارباب حلقه ها و هابیت نیست و برای اینکه تصویر کاملتری از هر شخصیت داشته باشیم از آثار دیگه تالکین مثل فرزندان هورین، برن و لوتین، سقوط گاندلین و دیگر نوشته های او هم استفاده شده. و خب دیگه بیشتر از این سرتون رو درد نمیارم و بریم سراغ رتبه دهم لیستمون. رتبه 10 بلک کوثالیون. خب بلک الفی هستش که شاید خیلی شناخته شده نیست برای طرفداران تالکین، ولی اگر داستان فرزندان هورین رو خونده باشید متوجه میشید چرا بلک یکی از شریفترین و در عین حال یکی از خطرناکترین جنگجوهای الف توی تمام افسانه‌های تالکینه. بلک از الفای سیندار ساکن دوریات و از مورد اعتمادترین افراد فرمانروای دوریات شاه ثینگل بود. به عنوان فرمانده مرزبانان جای بلک بین جنگل‌های دوریات بود و سدی بود که مانع ورود اورک‌ها به سرزمینش میشد. تخصص اون شکار اورک‌ها بود و اگه اورکی از مرزهای دوریات جون سالم به در می‌برد احتمالاً هنوز با بلک روبرو نشده بود. ولی چیزی که اسم بلک رو در افسانه‌های تالکین جاویدان کرده جدای از مهارتش در شکار و تیراندازی وفاداریی که نسبت به دوست خودش تورین تورنبار نشون میده. وقتی تورین به دوریات اومد خیلی زود بین اون دو دوستی عمیقی شکل گرفت. بلگ از همون اول فهمیده بود که تورین یه آدم معمولی نیست و جنگجوی به شدت با استعدادیه. بعد از ماجرای مرگ ساوروس و رفتن تورین از دوریات خیلی فکر میکردن دیگه کارش با دوریات تموم شده. ولی بلگ شمشیر افسانه‌ای آنگلاخل رو به کمر بست و به دنبال دوستش رفت و از او خواست که بازگردد، اما تورین نپذیرفت. بعد از اون بلگ به دوریات برگشت و خبر رو به پادشاه رسوند و این بار از شاه ثینگل خواست که اون از وظیفه فرماندهی مرزبانان مرخص کنه، چون که میخواست به تورین ملحق بشه و همراه او زندگی کنه. شاه پذیرفت و کلاهخود دورلومین رو نیز به او سپرد تا آن را به تورین بده و بلگ دوباره راهی شد تا به تورین بپیونده. مدت‌ها شونه به شونه هم جنگیدند و ماجراجویی‌های زیادی داشتند و با هم گروه‌های زیادی از اورک‌ها را از بین بردند. راه‌های شمال بلریان را امن‌تر کردند و ضربه‌های سنگینی به سپاه مورگوت زدند. اما سخت‌ترین امتحان بلگ زمانی فرا رسید که به سبب خیانت دورفی به اسم میم مورد حمله اورک‌ها در تپه آمانرود قرار گرفتند و تورین به اسارت اورک‌ها در اومد. میشه گفت برای بیشتر اشخاص این پایان کار بود. ولی بلگ اهل تسلیم شدن نبود. به تنهایی افتاد دنبال رد پای سپاه اورک‌ها. و خواهش میکنم توی این قسمت از ویدیو به تصویر نگاه بکنید چون مسیری که بلک طی میکنه مهمه. از بریدگی تایاگلین وارد جنگل برثئیل شد و با گذر از منطقه دیمبار به سمت شمال رد اورکا رو دنبال کرد. از طریق گذرگاه آنارک از کنار ناندونگورثب یا دره مرگ دهشتناک رد شد. منطقه‌ای که آنگولیان بعد از نبردش با مورگوت ساکن اونجا شده بود. همون عنکبوت وحشتناکی که نور درخت‌های والنور رو بلعید. آنگولیان در این منطقه تولید مثل کرده بود و کمتر کسی حتی میان الف‌ها جرأت نزدیک شدن به اونجا رو داشت. مگر اینکه میخواست غذای عنکبوت‌های غولاسا بشه. پس از اون بلگ با گذر از دامنه کوهستان وحشت وارد سرزمین بدنام تاورنوفوین شد که به جنگل زیر سایه شب شناخته میشه. و جالبه که در این بازه زمانی محل اقامت سارون بود
که در قالب یک خوناشام در این جنگل پنهان شده بود. اونجا با گویندور شاهزاده نارگوتروند روبرو شد، الفی که پس از 17 سال اسارت در بند مورگوت تازه تونسته بود فرار کنه. همون شب تصمیم گرفتن تورین رو نجات بدن، کاری که تقریباً غیر ممکن به نظر می رسید. بلگ یواشکی وارد اردوگاه اورک‌ها در آنفاگلیت شد، نگهبانان رو از سر راه برداشت و خودش رو به تورین رسوند. بعد با آنگلاخل طناب‌های دست و پای دوستش رو برید و فقط چند لحظه دیگه لازم بود تا از اون جهنم فرار کنن. همه چیز داشت همونطور که باید پیش میرفت، اما سرنوشت تصمیم دیگه‌ای گرفته بود. اینجا لازمه که یک نکته مهم راجع به شمشیری که بلگ در دست داشت بهتون بگم. آنگلاخل شمشیری بود که توسط الف تاریک به اسم اول از آهن یک شهاب سنگ ساخته شده بود. شمشیری که از همون اول با بقیه فرق داشت. خیلی از محققان آثار تالکین معتقدن انگار یه جور اراده یا خوی تاریک توی اون وجود داشته و جالبه که در پایان داستان هم وقتی اسمش به گورتانگ تغییر کرده با تورین حرف میزنه و همین باعث شده رازآلود بودنش بیشتر از قبل به چشم بیاد و خیلی ها معتقدن که این شمشیر ماهیت خبیثی داره. و خب یه فانفکت خیلی جالب و حماسی هم راجع به این شمشیر وجود داره که خب مرتبط به داستان بلگ نیست، ولی در آخر ویدیو راجبش صحبت خواهم کرد. اینطور گفته شده که زمانی که نور تیغه آنگلاخل روی صورت تورین افتاد، تورین با وحشت از خواب پرید. هنوز نمیدونست کجاست، هنوز فکر میکرد بین دشمناشه و بلگ رو به صورت یک سایه تاریک میدید. بدون درنگ شمشیر رو برداشت و قبل از اینکه بلگ رو بشناسه ضربه رو زد و متاسفانه همون یک ضربه کافی بود تا کسی که بعد از گذر اون همه سختی برای نجاتش اومده بود جلوی چشماش جون بده. مرگ بلگ یکی از غم‌انگیزترین مرگ‌هایی که تالکین توی تمام آثارش نوشته. بلگ نه جلوی یک بالرگ کشته شد و نه توی یه نبرد بزرگ و تاریخی. اون قربانی نفرینی شد که دامنگیر فرزندان هورین شده بود که باعث شد الفای دوریات یکی از بهترین فرماندهانشون رو از دست بدن. بلگ بدون شک یکی از بزرگترین کماندارهای عصر اول و یکی از مرگبارترین شکارچی‌های اورک‌ها بود. ولی خب هرچی داخل این لیست جلوتر بریم با الفایی روبرو میشیم که با بالروگ‌ها جنگیدند، ارتش‌های بزرگ رو فرماندهی کردند و تو نبردهای حضور داشتند که سرنوشت کل بلریان رو تغییر داد. رتبه نهم، تورگان، پادشاه شهر پنهان. برخلاف بلگ که به مکانهای مختلف طی ماجراجویی‌هاش سفر کرده بود، نفر نهم لیست ما بیشتر عمرش رو در یک شهر پنهان به دور از چشم همه سپری کرد. تورگان دومین پسر فینگالفین و برادر کوچکتر فینگان بود. از همون اوایل تبعید نولدور یکی از مهمترین شاهزاده‌های الف به حساب می اومد. هم جنگجوی قابلی بود، هم فرماندهی که همه بهش اعتماد داشتن و هم پادشاهی که تونست یکی از بزرگترین شاهکارهای دوران اول که به نظر من زیباترین و باشکوهترین قلمرو الفها در سرزمین میانه بود رو خلق کنه. بعد از نبرد داگور آگلارب و پیروزی بزرگ نولدور، اولمو که یکی از والارها و فرمانروای آبها بود در رویا به تورگان ظاهر شد و ازش خواست شهری بسازه که از چشم مورگوت پنهان بمونه. اولمو هشدار داد که محاصره انگبند روزی شکسته میشه و هیچ دژ و پادشاهی در امان نخواهند بود. همین هشدار باعث شد تورگان ساخت گاندولین را آغاز کنه و از شهر وینیامار که در اونجا زندگی میکرد به شهر گاندولین کوچ کنه. شهری که چند صد سال از چشم مورگوت پنهان موند و به امن‌ترین پناهگاه الف‌ها تبدیل شد. البته اینطور نبود که تورگان فقط داخل شهر بشینه و فرمان صادر کنه. هر وقت جنگی سرنوشت ساز در بلریان پیش می اومد، خودش زره می پوشید و جلوتر از سربازانش می جنگید. یکی از مهمترین حضورهاش توی نبرد نیرنایت آرنودیات یا همون نبرد اشک‌های بیشمار بود. تورگان همراه سپاه گاندولین وارد میدان شد و ورود نیروهای تازه نفس برای مدتی اوضاع جنگ رو عوض کرد و سپاه مورگوت رو عقب راند. اما این برتری زیاد دوام نیاورد و با خیانت انسانهای شرقی صفوف متحدان از هم پاشید و ارتش مورگوت از هر طرف حمله کرد. وقتی دیگه امیدی به پیروزی نبود، هورین از تورگان خواست که عقب نشینی کنه، چون اگه همونجا کشته میشد گاندولین هم از بین میرفت و آخرین پناهگاه نولدور نابود میشد. تورگان هم با باقی مونده سپاهش به گاندولین برگشت. ولی خب این عقب نشینی به هیچ وجه از روی ترس نبود، بلکه برای نگه داشتن امید الفا در نبردهای آینده مقابل سپاه تاریکی بود. سالها بعد با خیانت مایگلین محل گاندولین لو رفت. این بار مورگوت با ارتشی عظیم همراه بالروگ‌ها، اژدهایان و هزاران اورک به شهر حمله کرد.
نبرد سقوط گاندولین یکی از بزرگترین و خونین‌ترین نبردهای تمام دوران اول بود. وقتی سپاه مورگوت وارد گاندولین شد، تورگان خودش فرماندهی دفاع از شهر رو به عهده گرفت و تا آخرین لحظه سعی کرد گاندولین رو حفظ کنه. اما تعداد دشمنها خیلی بیشتر از اون بود که بشه جلوی سقوط شهر رو گرفت. در نهایت تورگان مجبور شد به برج شاه عقب نشینی کنه، آخرین جایی که هنوز مقاومت می‌کرد. اما اژدهایان مورگوت برج رو ویران کردند و تورگان هم همراه با آخرین نماد پادشاهیش زیر آوار همون برج کشته شد. خب ردبندی تورگان داخل این لیست کمی مشکله، چون برخی اعتقاد دارن که تورگان اصلا نباید داخل لیست باشه و خب ممکنه بعضی دیگه هم اعتقاد داشته باشن که تورگان باید بالاتر قرار بگیره داخل این لیست. واقعیتش اینه که مشکل تورگان این نیست که جنگجوی ضعیفی بوده. مشکل اینه که برخلاف برادر و پدرش و حتی یکی دو الف دیگه در گاندولین، تالکین هیچ وقت یک شاهکار رزمی تن به تن و مشخص ازش نشون نمیده و همین باعث شده که تعیین رتبه تورگان توی لیست کمی سخت بشه. و فکر میکنم که لازم توضیح بدم چرا واسه من تورگان کمی بالاتر از بلک و در رتبه نهم قرار میگیره. دلیل اول تجربه بیشتر تورگانه. خب بلک بدون شک یکی از بزرگترین کماندارهای تاریخ سرزمین میانه بود و با اینکه در نبرد اشک‌های بیشمار حضور داشت، اما بیشتر شهرتش به شکار اورک‌ها، محافظت از مرزهای دوریات و ماجرای نجات تورین برمیگرده. در مقابل تورگان به عنوان پادشاه گاندولین در چندین نبرد بزرگ دوران اول حضور داشت. و نکته‌ای که باید بهش توجه بشه اینه که نبردهای دوران اول از هر نظر با نبردهای دوران دوم و سوم فرق داشتن. اون زمان الف‌ها فقط با اورک‌ها روبرو نبودند، بلکه باید با بالروگ‌ها، اژدهایان، ترول‌ها، گرگینه‌ها و بسیاری از هیولاهای دیگه‌ای که مستقیما زیر فرمان مورگوت بودند می‌جنگیدند. سپاه مورگوت در بیشتر این جنگ‌ها در اوج قدرتش قرار داشت و نبردهای اون دوران هم از نظر وسعت، تعداد نیرو و قدرت دشمن در مقیاسی بودند که بعدها کمتر تکرار شدند. به همین خاطر وقتی جنگجویان دوران اول رو با الف‌های دوران‌های بعد مقایسه می‌کنیم، همیشه این تفاوت بزرگ رو باید در نظر بگیریم. و همین سابقه توی جنگ‌های بزرگ دوران اول تورگان رو یک قدم جلوتر از بلک قرار میده. و اما دلیل دوم بیشتر یک امتیاز برای تورگان تا یک قانون قطعی و اون هم به اصل و نسبش برمیگرده. تورگان از الفای نولدور و از الفای کالاکوندی بود، یعنی نور دو درخت والنور رو با چشم خودش دیده بود. تالکین بارها نشون میده که الفایی که در والنور زندگی کردن و نور درختها بر اونا تابیده، معمولاً از نظر شکوه، قدرت و توانایی از بیشتر الفای دیگه که هرگز والنور رو ندیدن برتر هستند. البته این موضوعی که همیشه صدق نمیکنه و استثناهای زیادی هم وجود داره، اما به نظر من این هم یک امتیاز دیگه برای تورگانه که اون رو در رتبه نهم و کمی بالاتر از بلک قرار میده. رتبه هشتم فینراد فلگون. نفر هشتم این لیست بیشتر به خاطر آخرین تصمیم زندگیشه که داخل لیست قرار داره. فینراد فلگون برادر بزرگتر گالادریل و فرزند ارشد خاندان موطلایی فینارفین هستش. بنیانگذار قلمرو نارگوتروند و یکی از محبوب ترین شخصیت‌های آثار تالکین که بیشتر طرفدارا اون رو با خرد، فروتنی و مهربونیش میشناسن. فینراد اولین الفیه که با خاندان بئور آشنا میشه و دوستی بین الفا و انسانها رو پایه میذاره. دوستی که بعدها روی سرنوشت کل سرزمین میانه تأثیر میذاره. اما این ظاهر آروم اصلا دلیل بر این نیست که فینراد جنگجوی ضعیفیه. فینراد از همون اوایل ورود نولدور به بلریان توی نبردهای بزرگ دوران اول حضور داشت. توی داگور آگلارب جنگید و سالها از قلمرو نارگوترون دفاع کرد. بعد هم توی داگور براگولاخ وقتی مورگوت محاصره آنگماند رو شکست، خودش کنار بقیه شاهزادگان نولدور شمشیر به دست گرفت. همون نبردی که در اون باراهیر و یارانش جون فینراد رو نجات دادن و فینراد به پاس قدردانی حلقه خودش رو به باراهیر بخشید. همون حلقه‌ای که بعد از 6600 سال بر انگشت آراگورن در ارباب حلقه ها می‌بینیم. سالها بعد وقتی پسر باراهیر برن برای بازپسگیری سیلماریل از فینراد درخواست کمک کرد و حلقه باراهیر رو بهش نشون داد، فینراد حتی یک لحظه توی عهدی که با پدر برن بسته بود تردید نکرد. با اینکه میدونه سفر به قلمرو مورگوت یعنی رفتن به استقبال مرگ، تاجش رو کنار گذاشت، پادشاهیش رو رها کرد و همراه برن راهی شمال شد. برن، فینراد و یارانشون برای اینکه مخفیانه وارد قلمرو مورگوت بشن، ظاهرشون رو تغییر دادن. اما ساورون خیلی زود هویت واقعیشون رو فهمید
بعد از نبرد معروف آوازها بین سارون و فینراد شکست خورد و همراه یارانش در جزیره تولسیریون در دژ میناستریت زندانی شدند. و چیزی که غم انگیزه اینه که این دژ رو خود فینراد برپا کرد تا الف‌ها بتونن مراقب گذرگاه سیریون باشن. از اون لحظه به بعد دیگه نه ارتشی داشت، نه زرهی و نه حتی شمشیری. در سیاهچال زندانی بودند و هر روز یکی از اسیرها خوراک گرگینه‌های سارون میشد تا اینکه نوبت به برن رسید. و اینجاست که یکی از به یاد موندنی ترین صحنه‌های آثار تولکین اتفاق میفته. فینراد نذاشت عهدی که بسته بود شکسته بشه. وقتی گرگینه سارون به سمت برن حمله کرد، خودش رو بین اون دو انداخت. بدون شمشیر، بدون نیزه و بدون حتی زره، با وجود روزها اسارت و خستگی شدید، اون موجود رو با دستای خالی کشت. اما خودش هم زخمای مرگباری برداشت و چند لحظه بعد جانش را از دست داد. چیزی که باید حواسمون بهش باشه اینه که گرگینه‌های سارون اصلاً گرگ‌های معمولی نبودند. این موجودات هیولاهای بسیار بزرگتر، نیرومندتر و باهوشتر از گرگ‌های عادی بودند و سارون از اونها برای نگهبانی از دژش استفاده می‌کرد. و طبق گفته تولکین در کالبد این جانوران ارواح پلیدی حضور داشتند که برخی حتی معتقدند که این ارواح پلید مایارهای رانده شده بودند. تولکین هیچ وقت این موضوع رو به طور قطعی درباره همه گرگینه‌ها تایید نمی‌کنه. اما چیزی که مشخصه اینه که این موجودات به مراتب خطرناکتر از یک گرگ معمولی بودند و همین باعث میشه نبرد فینراد با یکی از اونها، اونم با دست خالی، انقدر تحسین برانگیز باشه. راستش به نظر من همین یک صحنه برای حضور فینراد توی این لیست کافیه، چون به نظر من شخصیت‌های انگشت شماری در افسانه‌های تولکین وجود دارن که بتونن بعد از روزها اسارت، بدون هیچ سلاحی و با دست خالی یکی از هیولاهای سارون رو از پا در بیارن. درست فینراد یک بالرگ یا اژدها رو نکشت، اما نباید فراموش کنیم که آخرین نبرد زندگیش رو بدون شمشیر، بدون زره و تقریباً بدون هیچ امیدی به زنده موندن انجام داد. فینراد شاید جنگ‌های کمتری نسبت به بعضی از شخصیت‌های این لیست داشته باشه، اما نبرد آخرش نشون داد که از نظر توانایی فردی جنگجوی فوق‌العاده‌ای بوده و کاری کرد که از توان کمتر شخصیتی توی کل لژنداریوم میتونه بر بیاد و به همین دلیل فینراد برای من شایسته رتبه 8 این فهرسته. رتبه 7 گیلگالاد، آخرین پادشاه نولدور. گیلگالاد آخرین پادشاه بزرگ نولدور در سرزمین میانه بود و تنها الف این فهرسته که بیشتر افتخاراتش مربوط به دوران دومه. به نظر من وقتی صحبت از بزرگترین جنگجوها و شوالیه‌های الف در عصر دوم میشه، اولین اسمی که به ذهن بیشتر طرفدارای تولکین میاد گیلگالاده. قبل از اینکه ادامه بدیم یه خواهشی دارم. اگر سریال حلقه‌های قدرت رو دیدین، لطفاً اون نسخه از گیلگالاد رو فعلاً از ذهنتون کنار بذارین. چون گیلگالادی که تولکین توی کتاب‌ها برامون نوشته از خیلی جهات با چیزی که توی اون سریال می‌بینیم فرق داره. هم در شخصیت، هم در رفتارش و هم در جایگاهی که بین الف‌ها در سرزمین میانه داره. خب ما اطلاعات زیادی از اوایل زندگی گیلگالاد نداریم. فقط می‌دونیم که در دوران اول به دنیا اومد و به احتمال زیاد در نبرد خشم هم حضور داشت. همون نبرد عظیمی که با ورود والارها به حکومت مورگوت پایان داد. اما خب همونطور که گفتیم بیشتر افتخارات گیلگالاد مربوط به دوران دومه. دورانی که تقریباً همه شاهان بزرگ نولدور از دنیا رفته بودند و بار دفاع از سرزمین میانه روی دوش گیلگالاد افتاده بود. بعد از نابودی بلریان، گیلگالاد پادشاهی لیندون رو بنا کرد و سالها رهبری الفای غرب سرزمین میانه رو بر عهده داشت. وقتی ساورون با ظاهری زیبا و با نام آناتار بین الفها ظاهر شد، خیلی ها از جمله کلبلیمبور فریبش رو خوردن، اما گیلگالاد از همون اول بهش اعتماد نکرد. اون احساس کرده بود که این غریبه چیزی رو پنهان میکنه و به همین خاطر اجازه نداد ساورون وارد لیندون بشه. تصمیمی که بعدها معلوم شد تا چه حد درست بوده. سالها بعد جنگ بزرگ الفها و ساورون شروع شد. ساورون با سپاهی عظیم به اریادور حمله کرد و خیلی از سرزمین‌های الفا آسیب دیدند، اما لیندون سقوط نکرد. گیلگالاد سالها در برابر قدرت رو به رشد ساورون ایستاد و اجازه نداد آخرین پادشاهی بزرگ نولدور از بین بره. اما بزرگترین شاهکار نظامی گیلگالاد در نبرد آخرش رخ داد. او به همراه الندیل، پادشاه نومنوری‌های تبعیدی، آخرین اتحاد الفا و انسانها را تشکیل داد. اتحادی که یکی از بزرگترین سپاه آزادگان بعد از نبرد خشم بود. اونها وارد مردور شدند.
در نبرد دگورلات سپاهیان سارون را شکست دادند و بعد بارادور را محاصره کردند. این محاصره 7 سال طول کشید. 7 سال جنگ، 7 سال انتظار، تا اینکه در نهایت خود سارون با حلقه یگانه وارد میدان شد. اون روز 2 نفر جلوش ایستادن، الندیل و گیلگالاد. تالکین جزئیات کامل این نبرد رو برامون تعریف نمیکنه، اما چیزی که با اطمینان میدونیم اینه که گیلگالاد با نیزه افسانه‌ای خودش آیگلوس می‌جنگید. نیزه‌ای که اسمش به معنی نوک یخ بود و یکی از مشهورترین سلاح‌های الفا در دوران دوم به حساب میاد. هر دو پادشاه همزمان با خود سارون جنگیدند و قبل از اینکه کشته بشن اونقدر به ارباب تاریکی آسیب زدن که دیگه نتونست به مبارزه ادامه بده. همین فرصت بود که ایزیلدور تونست حلقه یگانه رو از دست سارون جدا کنه و به دوران دوم پایان بده. درسته که ضربه نهایی رو ایزیلدور به سارون میزنه، اما اگر رشادت‌های گیلگالاد نبود، نبرد آخرین اتحاد الف‌ها و انسان‌ها میتونست پایان کار آزادگان تمام سرزمین میانه باشه. گیلگالاد سالها از لیندون در برابر سپاه سارون دفاع کرد. آخرین اتحاد الف‌ها و انسان‌ها رو رهبری کرد و در پایان هم روبروی خود سارون ایستاد. نباید فراموش کنیم که سارون فقط یک فرمانده اورک‌ها نبود. او دست راست مورگوت بود، قدرتمندترین خدمتگزارش و یکی از نیرومندترین مایارها در تمام آردا. درسته که بعد از سقوط نومنور دیگه نمیتونست شکل زیبای گذشتش رو به خودش بگیره، اما در آخرین نبرد حلقه یگانه رو هم در اختیار داشت. حلقه‌ای که بخش بزرگی از قدرتش رو در خود جای داده بود. اینکه گیلگالاد تونست در کنار الندیل چنین دشمنی رو تا آستانه شکست پیش ببره، به نظر من دستاوردیه که باعث میشه جایگاهش بالاتر از فینراد، تورگان و بلیک باشه. و یه نکته دیگه ای رو میخوام بگم برای این دسته از طرفدارهایی که آثار منتشر شده تالکین رو دنبال کردن. احتمالاً میدونی که توی بعضی از آخرین نوشته های تالکین نسبت گیلگالاد تغییر کرده و به عنوان فرزند اورودروث و از خاندان موطلایی فینارفین شناخته میشه. ولی خب واسه این ویدیو من روایت شناخته تر شده رو دنبال کردم که گیلگالاد رو از نسل فینگالفین و با موی سیاه میدونه. و خب دلیلش هم اینه که طبق چیزایی که از کاراکترش میدونیم احساس میکنم از نسل فینگالفین بودن بیشتر بهش میاد تا اینکه بخواد از نوادگان فینارفین باشه. رتبه 6 مایدروس، شمشیرزن یک دست دنیای تالکین. مایدروس یکی از متفاوت‌ترین جنگجوهای کل افسانه‌های تالکینه، چون بخش بزرگی از افتخاراتش رو زمانی به دست میاره که فقط یک دست داشت. مایدروس بزرگترین پسر فینور از همون روزای اول ورود نولدور به بلریاند یکی از مهمترین فرمانده‌های سپاه الف‌ها بود. برخلاف خیلی از برادراش آدم آرومتر و منطقی تری بود و چند بار تلاش کرد اختلاف بین خاندان فینور و فینگالفین رو کمتر بکنه. حتی بعد از مرگ فینور با اینکه خودش وارث تاج بود، پادشاهی نولدور رو به فینگالفین واگذار کرد تا اتحاد الفا از بین نره. بعد از داگورنوین گلیاث، نبرد زیر نور ستارگان و مرگ فینور، مورگوت پیامی فرستاد و وانمود کرد که میخواد برای صلح مذاکره کنه. مایدروس هم با اینکه میدونست حقه‌ای در کاره برای مذاکره رفت، اما همونطور که پیش بینی میشد همه چیز یه تله بود. مورگوت اون رو اسیر کرد و از مچ دست راستش بالای قله‌های ثانگورودریم آویزون کرد. به طرز وحشتناکی و به مدت حدود 30 سال همونجا اسیر موند. نه راه فراری داشت نه امیدی به نجات، تا اینکه فینگون پسر عموش به تنهایی راهی آنگباند شد. اما وقتی با کمک توروندور فرمانروای عقاب‌ها به مایدروس رسید، فهمید که باز کردن زنجیری که به دستش وصله غیر ممکنه و به این نتیجه رسید که تنها راه نجات مایدروس قطع کردن دست راستش هست. فینگون با اکراه این کار را انجام داد و بعد هم سوار بر توروندور مایدروس را از اون جهنم فراری داد. بیشتر جنگجوها بعد از همچین اتفاقی دیگه نمیتونن مثل قبل بجنگن. اما اراده مایدروس نباید دست کم گرفته بشه. اون دوباره شمشیر به دست گرفت، با دست چپ جنگیدن رو آموخت و خیلی زود از برادرانش پیشی گرفت و دوباره تبدیل شد به یکی از خطرناکترین جنگجوها و فرمانده‌های نولدور و در داگور اگلارب نبرد باشکوه و در داگور براگولاخ نبرد شعله‌های ناگهان در خط مقدم حضور داشت و از مهمترین فرمانده‌های سپاه الف‌ها بود. سالها بعد مایدروس بزرگترین اتحاد الف‌ها، انسان‌ها و دورف‌ها رو برای حمله به مورگوت شکل داد. اتحادی که به اسم اتحاد مایدروس شناخته میشه. هدفش هم فقط یک چیز بود: پایان دادن به حکومت ارباب تاریکی. نتیجه این گردهمایی نبرد اشک‌های بیشمار بود.
نبردی که اگر خیانت گروهی از انسانهای شرقی و چند اتفاق تلخ پشت سر هم نبود میتونست پایان حکومت مورگوت باشه. مایدروس تا آخرین لحظه جنگید، اما وقتی همه چیز از هم پاشید دیگه حتی از دست اون هم کاری بر نیومد. به نظر من مایدروس یکی از تراژیک ترین شخصیت های تمام افسانه های تالکینه. اگه به زندگی او نگاه کنیم میبینیم هرچی به پایان عمرش نزدیکتر میشیم بیشتر زیر سایه سوگند فینور قرار میگیره. شاهزاده‌ای که سالها برای دفاع از بلریان با مورگوت جنگیده بود، بعدها در حمله به دوریات و سپس بندرگاه‌های سیریون رهبر دو هم‌نوع‌کشی تلخ بود که تا ابد لکه‌ای سیاه روی نام خاندان فینور گذاشت. بعد از نبرد خشم و شکست مورگوت، مایدروس و برادرش مگلور بالاخره دو سیلماریل باقی مونده رو پس گرفتن. اما دیگه شایستگی نگهداری اونها رو نداشتن. خون بیگناهانی که در این مسیر ریخته بودن بالاخره گریبانشون رو گرفت. سیلماریل دست مایدروس رو میسوزوند و اون فهمید که همه چیز به پایان رسیده و در نهایت جواهر رو برداشت و خودش رو همراه با سیلماریل داخل شکافی پر از آتش انداخت. و اینطوری بود که زندگی یکی دیگه از بزرگترین شاهزاده های نولدور به پایان رسید. علت قرارگیری مایدروس در رتبه ششم و بالاتر از گیلگالاد اینه که بیشتر افتخارات نظامی گیلگالاد مربوط به دوران دومه. اما مایدروس از همون روزهای اول جنگ با مورگوت در خط مقدم حضور داشت. اسارت آنگبان رو تحمل کرد و با اینکه دست راستش را از دست داد دوباره به میدان برگشت. بزرگترین اتحاد دوران اول رو شکل داد و تا آخرین لحظه از مبارزه دست نکشید. وقتی به مایدروس فکر میکنیم اولین چیزی که به ذهنمون میاد اراده و استقامتیه که اجازه نداد حتی معلولیت همون رو از ادامه جنگ باز داره و همین ویژگی بیشتر از هر چیز دیگه‌ای مایدروس رو به یکی از بزرگترین جنگجوهای تاریخ سرزمین میانه تبدیل میکنه. رتبه پنجم، فینگان. فینراد فرزند فینگالفین پادشاه نولدور و یکی از دلاورترین شاهزادگان بلریانده و اگه بخوایم اون رو با یک لغت توصیف کنیم اون لغت جسارته. از همون روزای اول حضور نولدور در بلریان تقریباً در تمام نبردهای بزرگ دوران اول جنگید و همیشه جایی بود که نبرد از همه سخت‌تر میشد. بعد از مرگ عموش فینور، مایدروس پسر عموی عزیزش به دست مورگوت اسیر شد و نزدیک به 3 دهه از مچ دست راستش بر فراز ثانگورودریم آویزون موند. تقریبا همه باور کرده بودند که دیگه امیدی برای نجاتش وجود نداره، اما فینگان تسلیم نشد. بدون اینکه منتظر تشکیل سپاه یا فرمان کسی بمونه، به تنهایی راهی آنگباند شد، جایی که حتی نزدیک شدن بهش هم برای بیشتر الف‌ها یعنی قدم گذاشتن به دل مرگ. وقتی بالاخره مایدروس رو پیدا کرد، هر کاری کرد نتونست آزادش کنه. مایدروس که دیگه امیدی به نجات نداشت، از فینگون خواست به زندگیش پایان بده. اما فینگون ناامید نشد. همون لحظه از مانوه کمک خواست و توروندور فرمانروای عقاب‌های بزرگ به یاریش اومد. با این حال حتی با کمک توروندور هم هیچ راهی برای باز کردن بندهای مایدروس وجود نداشت. در نهایت فینگون یکی از سخت‌ترین تصمیمات زندگیش رو گرفت. شمشیرش رو بالا برد و دست راست مایدروس رو قطع کرد و سوار بر توروندور از آنگباند فرار کردند. اون روز فقط جان مایدروس نجات پیدا نکرد، بلکه دشمنی میان دو خاندان بزرگ نولدور تا حد زیادی کنار رفت و اتحاد دوباره شکل گرفت. ولی شاهکارهای فینگون به این خلاصه نمیشه. بعد از مرگ فینگالفین، تاج پادشاهی نولدور به او رسید و در عین حال مورگوت هر روز نیرومندتر میشد. اما فینگان هیچ وقت پشت دیوارهای کاخش پنهان نشد. سالها از بلریان دفاع کرد و در نبرد اشک‌های بیشمار یکی از فرماندهان اصلی سپاه آزادگان بود. در آغاز نبرد سپاه الفا پیشروی کرد و حتی نیروهای مورگوت را تا نزدیکی انگبند عقب راند. برای لحظه‌ای به نظر می‌رسید پیروزی نزدیکه. اما بعد خیانت انسان‌های شرقی، هجوم نیروهای تازه نفس مورگوت، ترول‌ها، اژدهایان و بالروگ‌ها روند جنگ رو تغییر داد. فینگان اما از جاش تکون نخورد. حتی زمانی که ارتش کاملا شکست خورده بود و تعداد اندکی از سربازانش باقی مونده بودند، تا آخرین لحظه وسط میدان موند و جنگید. با اینکه حلقه دشمن تنگ و تنگتر میشد، دست از مبارزه نکشید و در نهایت گاتماگ وارد میدان شد، فرمانده بالروگ‌ها و قدرتمندترین خدمتگزار مورگوت بعد از ساورون. با همراهانش خود را به فینگون رساند. پادشاه نولدور که حالا تنها با چند نفر از یارانش باقی مانده بود، عقب ننشست و تا آخرین نفس جنگید. در نهایت گاتماگ با تبر سیاهش ضربه‌ای مرگبار به سر او زد.
تالکین می نویسه که با شکافته شدن کلاهخود فینگان شعله‌ای سفید از میان آن زبانه کشید. همونجا چهارمین پادشاه نولدور در بلریان سقوط کرد. او تقریبا تمام عمرش رو یا در حالت آماده باش برای دفاع از بلریاند و یا در میدانهای نبرد گذروند و در پایان هم تا آخرین نفس مقابل فرمانده بالروگ ها جنگید. اگر مایدروس رو با استقامت به یاد میآوریم، فینگان را باید با شجاعت و جسارتش شناخت. چیزی که تالکین بارها در طول زندگیش نشون میده. از سفر تنهاییش به قلب قلمرو مورگوت برای نجات مایدروس گرفته تا آخرین ایستادگیش در برابر قدرتمندترین بالروگ تمام دورانها. خب به همین دلیل هم توی لیستمون بالاتر از مایدروس قرار میگیره، چون بدون فینگون میشه گفت که اصلا مایدروسی وجود نداشت و احتمال خیلی زیاد مایدروس هیچ وقت نمیتونست از بند اسارت مورگوت فرار بکنه. رتبه چهارم، گلوفیندل، ارباب خاندان گل زرین گاندولین و بدون شک یکی از بزرگترین جنگجویانی که الف‌ها در تمام تاریخ به چشم خود دیدند. اما قبل اینکه در مورد گلوفیندل صحبت کنیم، بد نیست به این نکته اشاره بکنم. شاید اکثرا بدونید که گلوفیندل بعد از مرگش دوباره به زندگی برمیگرده و در نوشته‌های تالکین قدرت و شکوهش در زندگی دوباره حتی نزدیک به مایارها توصیف میشه. اما برای اینکه رتبه بندی برای همه شخصیت‌ها منصفانه باشه، اینجا فقط زندگی اول گلوفیندل رو بررسی می‌کنیم، چرا که بزرگترین شاهکار جنگی او هم به نظر من در همون زندگی اول و در نبرد سقوط گاندولین رقم می‌خوره. برای طرفداران تالکین نام گلوفیندل از اون اسماییه که تصویر یک جنگجو رو در ذهن شکل میده. جنگجویی که در سخت‌ترین لحظه وارد میدان شد. گلوفیندل سالها در گاندولین زندگی کرد، شهری که تورگون آن را به امن‌ترین دژ الف‌ها تبدیل کرده بود. اما خب متاسفانه این آرامش قرار نبود برای همیشه ادامه پیدا کنه. با خیانت مایگلین، مورگوت جای گاندولین را پیدا کرد و یکی از بزرگترین سپاه‌های دوران اول را برای نابودی این شهر فرستاد. ارتشی شکل گرفته از اورک‌ها، ترول‌ها، اژدهایان آتشین و بالروگ‌ها از شمال به شهر هجوم آوردند و نبرد گاندولین آغاز شد. که خب اینجا نمیخوام خیلی وارد جزئیاتش بشم، چون زمان ویدیو به اندازه کافی طولانیه. اما زمانی که شهر تقریباً ویران شده بود و در آتش میسوخت، گلوفیندل یکی از فرماندهانی بود که بازماندگان را به بیرون از منطقه هدایت میکرد و در تلاش این بود که زنان و کودکان و غیر نظامیان را از شهر فراری بده. اما خطر اصلی هنوز از راه نرسیده بود. در گذرگاه کریثورونات یکی از بالروگ‌های مورگوت راه فراریان را بست و چیزی نمونده بود تمام بازماندگان گاندولین همانجا قتل عام بشن. اما گلوفیندل بدون لحظه‌ای تردید جلو رفت. نبرد آغاز شد. نبرد روی لبه پرتگاهی باریک که تالکین اینطور توصیفش میکنه: گلوفیندل بالروگ را قدم به قدم عقب راند و جوشنش را از تازیانه و چنگال وی حفظ کرده بود. گلوفیندل زخمی سنگین بر کلاهخود آهنی نو زده بود و اکنون دستی را که جانور با آن تازیانه را حمل می کرد از آرنج انداخته بود. آنگاه بالروگ از عذاب درد خیش و هراس از گلوفیندل تمام وزن خود را بر گلوفیندل که همانند نیش مار زخم میزد افکند، اما تنها بر یک کتف او ضربه زد و با یکدیگر دست در گریبان شدند و به سوی آن پرتگاه سنگی پیچ و تاب خوردند. دست چپ گلوفیندل دشنه‌ای را جست و آن را در شکم بالروگ و نزدیک صورت خیش انداخت، چرا که آن اهریمن قامتی دوچندان نسبت به او داشت. بالروگ فریاد کشید و از پشت از آن صخره سقوط کرد و در حال سقوط به گیسوان زرگون گلوفیندل در زیر شنلش چنگ انداخت و هر دو با هم به درون حاوی سقوط کردند. گلوفیندل موفق شد بالروگ را از پا در بیاره، اما خودش هم از اون پرتگاه سقوط کرد. هر دو جان باختند، اما فداکاری او جان صدها نفر از بازماندگان گاندولین را نجات داد، از جمله ایارندیل، کسی که بعدها سرنوشت تمام دوران اول را تغییر داد. همین یک نبرد برای جاودانه شدن نام گلوفیندل ارباب خاندان گل زرین کافی بود. در سراسر افسانه‌های تالکین شکست دادن یک بالروگ کاریه که فقط معدود شخصیت‌هایی از پسش بر اومدند و گلوفیندل اسم خودش رو در این لیست حک کرد و اینکه جان خودش رو هم فدا کرد نبرد رو حتی باشکوه‌تر میکنه. او تا سرحد مرگ در مقابل شیطانی از جنس آتش و تاریکی ایستاد، چون میدونست که اگه نجنگه هیچ کس از اون گذرگاه زنده عبور نخواهد کرد و به همین دلیل است که هنوز هم وقتی صحبت از بزرگترین جنگجویان الف به میدان میاد، بیشتر محققان و طرفداران تالکین اون رو بین 5 نفر اول قرار میدن.
رتبه سوم فیانور، فرزند فینوه، خالق سیلماریل ها و با استعدادترین و نابغه ترین الفی که تالکین دربارش می نویسه. اگه قرار بود این فهرست بر اساس نبوغ و تأثیرگذاری بر تاریخ آردا باشه، بدون شک فیانور نفر اول لیست بود. اما خب معیار لیست امروز ما جنگاوریه. تالکین فرصت زیادی برای روایت نبردهای فیانور پیدا نمیکنه. دلیلش هم خیلی ساده است. اون خیلی زودتر از چیزی که انتظارش رو داریم از دنیا میره. اما همون یک نبردی که از او روایت شده به تنهایی برای درک عظمتش کافیه. بعد از ترک والنور، سپاه فیانور سرانجام به بلریاند رسید و خیلی زود در نبرد داگورنوین گلیاث با نیروهای مورگوت روبرو شدند. لازم به ذکره که اورک‌های مورگوت تا به حال در مقابل الف‌های نولدور قرار نگرفته بودند و نمیدونستند که الف‌های نولدور، مخصوصاً آنهایی که ساکن والنور بودند، از نظر قدرت و مهارت یک سر و گردن از بقیه الف‌ها بالاتر بودند. در اولین جنگشون با نولدورها چیزی که دیدند طوفان بود. سپاه فیانور با قدرت و سرعتی باور نکردنی حمله کرد و اورک‌های مورگوت را در هم کوبید و با تلفات اندک زمین را با خون اورک‌ها آبیاری کردند، طوری که بازمانده‌های ارتش اورک‌ها با وحشت به سمت آنگباند گریختند. اما خب درست همینجا بزرگترین نقطه ضعف فیانور خودش رو نشون داد. خشم و نفرتش از مورگوت وجودش رو فرا میگیره و دستور میده که تمام اورک‌ها باید کشته بشن. او حتی حاضر نمیشه منتظر رسیدن سپاهش بمونه. بیوقفه با گروهی اندک از الف‌ها دشمن رو تعقیب میکنه. آنقدر که از سپاه اصلی خیلی فاصله میگیرن و نزدیک به دروازه‌های انگبند میشن. در این لحظه نیروهای تازه نفس از آنگباند بیرون آمدند و فیانور و یارانش در حالی که مشغول نبرد با اورک‌ها بودند خودشون رو در محاصره بالروگ‌ها می‌بینند. همراهانش یکی یکی کشته میشن و در آخر فیانور با عده انگشت شماری در برابر بالروگ‌ها می‌ایستند. تالکین در این باره اینطور می‌نویسه که فیانور با گروهی اندک از یارانش محاصره گشت. زمانی دراز بیوقفه و استوار می‌جنگید. اما در حلقه آتش گرفتار آمد و زخمهای بسیار برداشت. جمله کوتاه اما فوق‌العاده مهم، چون در سراسر افسانه‌های تالکین حتی برای الف‌های نولدور ایستادن در برابر یک بالروگ هم کاری نزدیک به غیر ممکن به حساب می اومد. اما فیانور همزمان با چند بالروگ می جنگید و در نهایت گاتموگ فرمانروای بالروگ‌ها وارد میدان شد. فیانور زخمای مرگباری برداشت اما تونست تا رسیدن پسرانش و سپاه اصلی زنده بمونه. پسرانش موفق شدن بدن نیمه جان اون رو بیرون بکشن و گاتماگ قبل از اینکه بتونه ضربه آخر رو به فیانور بزنه مجبور به عقب نشینی شد. اما برای نجات فیانور دیگه خیلی دیر بود. خودش میدونست که دیگه امیدی به زنده موندنش نیست و در واپسین لحظات عمرش نگاهی به قله‌های ثانگورودریم انداخت و فهمید که با نیروی نولدور شکست دادن مورگوت ممکن نخواهد بود. کمی بعد بزرگترین فرزند فینوه، پادشاه نولدور و خالق سیلماریل ها، چشم از جهان فرو بست. تالکین اینطور می نویسه که روحش چنان آتشین بود که به هنگام گذار جسمش به خاکستر بدل گشت و به سان دود رخت بربست و مانند او هیچگاه در آردا پدید نیامد. اما نباید ناگفته بمونه که آتشی که او برافروخته بود تا پایان دوران اول و تا نابودی مورگوت خاموش نشد. دلیل قرار گرفتن فیانور در رتبه سوم روشنه. تالکین فقط یک نبرد بزرگ از او برای ما روایت میکنه. اما همون یک نبرد کافیه تا بفهمی با چه جنگجویی طرف هستیم. جنگجویی که تونست در برابر چند بالروگ مقاومت کنه و شاید هیچ جمله‌ای بهتر از این زندگی فیانور رو خلاصه نکنه. بزرگترین دشمن او نه مورگوت بود نه پادشاه بالروگ ها، بلکه آتش خشمی بود که بیوقفه در درون خودش شعله‌ور بود. رتبه دوم، اکسلیون. ارباب خاندان فواره، یکی از بزرگترین جنگجویان گاندولین و الفی که نامش برای همیشه با یکی از بزرگترین دوئل‌های تاریخ دوران اول گره خورده است. اکسلیون فقط یک فرمانده نبود. او از همان آغاز حمله مورگوت به گاندولین در قلب نبرد می جنگید. وقتی خیابان‌های گاندولین یکی پس از دیگری سقوط می کردند، او و جنگجویان خاندان فواره بارها جلوی پیشروی اورک‌ها و بالروگ‌ها را گرفتند و اجازه ندادند شهر به این راحتی تسلیم بشه. شعله‌های آتش از هر سو زبانه می‌کشید. اژدهایان دیوارها را در هم می‌شکستند. اورک‌ها در خیابان‌ها پیشروی می‌کردند و بالروگ‌ها هر جا قدم می‌گذاشتند مرگ را با خود می‌آوردند.
اما در میان آن جهنم اکسلیون همچنان می جنگید. او نه یک بار بلکه بارها حمله دشمن را عقب راند و در کتاب سقوط گاندولین تالکین درباره رشادت‌های اکسلیون اینطور می‌نویسه: و اکسلیون دو فرمانده از گابلین ها را با یک ضربت از پای انداخت و سر اورکوبال که بزرگترین جنگجویشان بود را از دندان شکافت و از روی این دلاوری عظیم آن دو نجیب زاده با کنار زدن اورک ها در مقابل بالروک ها قرار گرفتند. از آن دیوان قدرت 3 تن به دست اکسلیون هلاک شدند. نکته که باید بهش توجه کنیم اینه که درسته که داستان سقوط گاندولین جزو نوشته های نخستین تالکین هستش و در این ورژن از داستان برخلاف سیلماریلیون تعداد بالروک ها بسیار زیادتره و میزان مخوف بودن و قدرتمند بودنشون کمتره، اما با این حال باز هم جزو قدرتمندترین نیروهای مورگوت به حساب میان و تالکین به وضوح میگه که تا آن روز هیچ یک از بالروک ها به دست الف ها یا آدمیان از پای در نیامده بودند. اما کارزار اصلی هنوز از راه نرسیده بود. گاتماگ وارد میدان شد، فرمانروای بالروک ها، همون موجودی که سالها قبل به فینور زخمهای مرگبار زده بود، همون شیطانی که بعدها فینگون پسر فینگولفین را از پای در آورد. حالا در مقابل اکسلیون ارباب فواره ها قرار گرفته بود. ولی خب این باعث عقب نشستن اکسلیون نشد و با اینکه زخمی بود در مقابل اهریمن ایستاد و نبرد بین بزرگترین جنگجوی گاندولین و مخوفترین فرمانده سپاه مورگوت شروع شد. تالکین جزئیات زیادی از این نبرد رو برای ما روایت نمی‌کنه، اما همون چند جمله کافیه تا عظمت این دوئل رو درک کنیم. اکسلیون کلاهخود نوکتیزش را با تمام نیرو به سینه گاتماگ کوبید. شدت برخورد آنقدر زیاد بود که هر دو تعادلشان را از دست دادند و با هم به درون چشمه بزرگ شهر سقوط کردند. آتش گاتماگ با آب چشمه روبرو شد. بخار همه جا را فرا گرفت و وقتی آب آرام شد نه فرمانروای بالروک ها زنده بود و نه اکسلیون. اما بهای اون نبرد مرگ گاتماگ بود. همین یک صحنه برای قرار گرفتن اکسلیون در رتبه دوم کافیه. اون فقط یک بالروگ رو شکست نداد، اون فرمانروای تمام بالروگ ها رو از پا در آورد، موجودی که قرنها یکی از مرگبارترین فرماندهان مورگوت بود. اگه قرار باشه اکسلیون رو فقط با یک واژه توصیف کنیم، اون واژه دلاوریه، چون در میان شعله های سقوط گاندولین نه یک بار، نه 2 بار و نه 3 بار بلکه 4 بار موفق به کشتن بالروک های مورگوت شد که یکی از اونها ارباب بالروک ها بود و همین رشادت ها نام اکسلیون رو برای همیشه در تاریخ بلریان جاودانه کرد. و در نهایت رتبه اول فینگالفین، فرزند دوم فینوه، برادر ناتنی فینور و عالی ترین پادشاه نولدور که تالکین اون رو دلیرترین شاهان کهن مینامه. سرنوشت فینگالفین از همان لحظه‌ای که پا به سرزمین میانه گذاشت با امید گره خورده بود. فینگالفین سالها نولدور رو رهبری کرد و در دوران محاصره انگبند میشه گفت مهمترین فرمانده الف ها بود. اما شاهکاری که نام او رو برای همیشه در تاریخ آردا جاودانه کرد در یک نبرد تن به تن رقم خورد. بعد از نبرد داگور براگولاخ یا نبرد شعله های ناگهان، بلریان دیگه اون سرزمین سابق نبود. محاصره چند صد ساله انگبند شکسته شده بود. رودهای آتش دشتها رو می سوزوند. اورک‌های مورگوت از شمال پیشروی می کردند و خبر شکست سپاهیان الف یکی پس از دیگری به گوش می رسید. آنگرود و آگنور پسران فینارفین در میدان نبرد کشته شدند. دورتونیون به دست سپاه مورگوت سقوط کرد و پسران فینور هم یکی پس از دیگری از سرزمین‌هایشان عقب رانده شدند. وقتی خبر این شکست‌های پیاپی به فینگولفین رسید، او گمان کرد که دوران نولدور در بلریان به پایان رسیده و تمام آنچه سالها برایش جنگیده بودند در حال نابودی است. تالکین می‌نویسه که خشم و نومیدی بر او چیره شد و تصمیمی که گرفت باعث شد که وقتی حرف از جنگاوری میاد، هیچ الفی در تمام لژندریوم بالاتر از فینگولفین قرار نگیره. او هیچ فرمانی صادر نکرد، هیچ سپاهی جمع نکرد، منتظر هیچ کس هم نموند. فقط زرهش رو پوشید، شمشیر افسانه‌ایش رینگیل را برداشت، بر اسب وفادار شروخالو سوار شد و به تنهایی و بی‌محابا به سوی انگبند تاخت. تازیدنی که تالکین در کتاب سیلماریلیون اینطور توصیفش میکنه:
هیچ کس را توان باز ایستادن او نبود. در میان غبار از دورنوفاگلیت به سان باد گذشت و هر کس یورش او را دید به گمان آنکه خود ارومه میآید سراسیمه پا به گریز نهاد، زیرا جنون خشم چنان بر او مستولی شده بود که چشمانش همانند چشمان والار می درخشید. وقتی به دروازه های عظیم آنگباند رسید شیپورش را به صدا درآورد. نه یک بار بلکه بارها صدای شیپور در سراسر دشت پیچید. بعد ارباب تاریکی را به مبارزه فراخواند. او را ترسو و ارباب برده ها خطاب کرد و این یکی از شگفت‌انگیزترین لحظات تمام افسانه های تالکین هستش. مورگوت والای سقوط کرده، فرمانروای آنگباند، قدرتمندترین دشمن مردمان آزاد آردا، از این که از قلعش بیرون بیاد و با فینگالفین روبرو بشه ترسیده بود. اما غرورش اجازه نمیداد در برابر فرماندهانش این توهین‌ها رو نادیده بگیره. پس سرانجام دروازه های آنگباند گشوده شدند و مورگوت بیرون آمد. در آن لحظه انگار کوهی از آهن به حرکت در آمده بود. با زره سیاه و گرز افسانه‌ایش گروند که با هر ضربه زمین را می شکافت به مانند ابری طوفان‌زا بر شاه نولدور سایه انداخت. در برابر او اما نه فقط یک الف بلکه دلیرترین شاهان کهن ایستاده بود که در آن تاریکی همچو ستاره‌ای می درخشید. نبرد آغاز شد. اولین ضربه گروند فرود آمد. زمین را شکافت، اما فینگالفین از آن گریخت. او سریعتر بود. رینگیل برای نخستین بار درخشید و اولین زخم را بر پیکر مورگوت نشاند. بعد دومین زخم، سومین زخم. مورگوت خشمگین‌تر می‌شد. ضربه‌هایش سنگین‌تر می‌شدند، اما هنوز نمی‌توانست الف را از پای درآورد. فینگولفین همچون شاخه‌ای از آذرخش میان ضربه‌های گروند حرکت می‌کرد و هر بار رینگیل فرود می‌آمد. چهارمین زخم، پنجمین زخم، ششمین زخم و سرانجام هفتمین زخم. فینگالفین 7 زخم بر مورگوت زد و 7 بار مورگوت از درد زجه سر داد، چنان که سپاهیان انگبند از شنیدن صدایش نومید روی خاک افتادند و صدای فریادهای او در سراسر سرزمینهای شمالی طنین انداخت. در طول نبرد فینگولفین 3 بار به زانو درآمد، اما هر 3 بار دوباره از جا برخاست و به مبارزه ادامه داد تا جایی که زمین اطرافش بر اثر ضربه‌های پتک مورگوت کاملا تکه تکه و ناهموار شده بود. همین موضوع باعث شد که در حین نبرد تعادلش را از دست بده و پیش پای ارباب تاریکی زمین بخوره و این همان لحظه‌ای بود که مورگوت انتظارش رو میکشید. پایش رو بر گردن پادشاه نولدور گذاشت، اما حتی آن لحظه هم فینگولفین تسلیم نشد. آخرین توانش رو جمع کرد، رینگیل را بالا آورد و برای آخرین بار شمشیرش را بر پای مورگوت فرو کرد. زخمی که هرگز خوب نشد و این آخرین هدیه فینگولفین به دشمنش بود. طبق گفته تالکین از آن روز به بعد مورگوت تا پایان عمرش لنگ میزد. چند لحظه بعد پادشاه نولدور زیر پای مورگوت که به سنگینی کوهی گران بود جان سپرد. اما حتی مرگ هم اجازه نداد مورگوت پیروزی کامل به دست بیاره، زیرا همون لحظه توروندور فرمانروای عقاب‌های بزرگ از آسمان فرود آمد. چهره مورگوت را با چنگال‌هایش درید و پیکر فینگالفین را با خود برد. او را بر فراز کوههای اکوریات مشرف به گاندولین به خاک سپرد، جایی که گفته میشه تا پایان دوران اول هیچ موجود پلیدی جرأت نزدیک شدن به آرامگاهش رو نداشت. او تنها الفی بود که آگاهانه بدون سپاه و بدون امید به پیروزی به مصاف خود مورگوت رفت. 7 زخم بر پیکر او نشاند، برای همیشه او را لنگ کرد و کاری کرد که فرمانروای آنگباند پس از آن نبرد دیگر هرگز شخصاً وارد میدان جنگ نشد و همین یک نبرد برای قرار گرفتن فینگولفین در صدر این فهرست کافیه. و خب با اسم فینگولفین در شماره اول لیست 10 نفری ما هم به پایان میرسه. ولی خب قبل از اینکه ویدیو رو تمام کنم دوست دارم فان فکتی رو که اول ویدیو راجع به شمشیر بلک قولش رو داده بودیم الان بهتون بگم. در روایت آخرالزمانه تالکین یعنی داگور داگوراث یا نبرد نبردها، طبق پیشگویی دوم ماندوس مورگوت دوباره باز میگرده
و آخرین نبرد آردا آغاز میشه. در اون نبرد تولکاس با مورگوت در میفته. ایونوه سمت راست او میسته و در سمت چپش تورین تورنبار قرار میگیره. مردی که تمام زندگیش زیر سایه نفرین مورگوت نابود شده بود. و نکته شاعرانه داستان اینجاست که طبق این روایت ضربه نهایی رو نه یک والار، نه یک مایا، بلکه خود تورین تورنبار با همون شمشیر سیاه به مورگوت میزنه و ارباب تاریکی برای همیشه از بین میره و اینطور فرزندان هورین و همه انسانهایی که از شر مورگوت رنج کشیده بودن در پایان جهان انتقام خودشون رو میگیرن. که خب به نظرم بهترین انتقامیه که یک کاراکتر از کاراکتر دیگه در تمام افسانه های تالکین میگیره. و با این فکت جالب میخوام تموم بکنم ویدیوی امروزمون رو. همونطور که گفتم ویدیوی بیشتر و مفصلتر راجع به دنیای تالکین توی راهه، پس یادتون نره سابسکرایب کنید چنل رو. و تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.